خبرگزاری روسیه از قبل ریاست امور داخلی ولایت مسکو میگویند که رهبران شعبه پلیس سرپوخوا به جوابگاری ماموری کشیده شدند. از جمله معاون سردار این ریاست، رئیس بخش حفظ ترتیبات و دو خادم اداره مذکور از وظیفه برکنار گردیدند. این افراد مسئول سال پیش به عرض ساکنان نسبت کودک و زورکی هویدا را به قتل رساند بی‌اعتنایی کردند. تاتیانا پترووا سخنگوی پلیس مسکو گفته است بعد بازگشت از مرخصی سردار پلیس سرپوخوا هم از منصبش محروم می شود. هفته روان دادگاه سرپوخوا الکساندر سیومین را با عیب تجاوز و کشتار دختر 5 ساله تاجیک برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت. هویدا تیلازاده 5 ساله روز 20 ایول از نزد میدانچه بازی محلی زیستشان ناپدید شد و صبح 20 ایول جسدش را در داخل یک بارخلطه ورزشی پیدا نمودند. کمیته تفتیشاتی بدن از منزل سیومین ایزی انگشتان و دیگر نشانه‌های هویدا را آشکار نمود. جسد این طفل را روز 26 ایول در کلاب به خاک سپاریدند.